اگه دنبال یه دستور خیلی ساده و آسون برای مهمونیات میگردی، این همون دستوره. باسلق خونگی که فقط با 3 قلم مواد درست میشه. هم آسونه هم خوشمزه. سلام دوستای عزیزم، به عطر شیرینی‌پزی خیلی خوش اومدید که فقط با 3 قلم مواد درست میشه. 150 گرم شکر رو توی ظرف مورد نظر خالی میکنید. بعد 150 گرم نشاسته گل رو خالی میکنید. حتما از نشاسته گل استفاده کنید. البته میتونید از نشاسته گندم هم استفاده کنید. آب 300 میلی لیتر اضافه میکنید. به شکر و نشاسته خوب هم میزنیم. 5 دقیقه کنار میذاریم بعد هم زدن که نشاسته باز بشه. بعد از صافی ردش میکنیم که گلوله نداشته باشه. توی مایتابه صافش میکنیم و میذاریم روی حرارت ملایم به مدت 40 تا 45 دقیقه روی حرارت ملایم خوب هم بزنید. حواستون باشه که حتما بیشتر از نیم ساعت روی حرارت بمونه و مدام هم بزنید که رنگش روشن بشه. بعد آخر سرم کشدار و خوشمزه. روی حرارت مدام هم بزنید که به غلظت مورد نظر برسه. کاملا که پخت از مایتابه جدا میشه و حالت گهواره‌ای پیدا میکنه توی مایتابه. آخر سر یک قاشق غذاخوری روغن مایع اضافه کنید. میتونید از کرم استفاده کنید. ببینید کم کم داره از مایتابه جدا میشه. بعد از اون مقداری گلاب اضافه میکنیم. من از 5 قاشق غذاخوری گلاب استفاده کردم. گلابم اضافه و خوب ترکیب کنید که مواد یک دست بشه. این باسلوق هم آسونه هم خوشمزه. مخصوص مبتدیاست. راحت میتونن تو خونه کمترین مواد درستش کنن. حتما حواستون باشه به تایم پختش که بوی خامیش بره. میبینید دیگه به لیسک نمیچسبه. بعد از پخت خالی کنید کمی از داغی بیفته. بعد از اینکه از داغی افتاد مقداری پودر نارگیل لازم داریم و مقداری مغز گردو. اندازه گردو بردارید پهنش کنید. من توی بعضیا گردو گذاشتم و روی بعضیاشونم گردو. سلیقه‌ایه، میتونید روی همشون گردو بچینید یا فقط لاش بذارید، هیچ فرقی نمیکنه. ببینید چه شکل و ظاهر قشنگی داره. حتما امتحانش کنید، واقعا بی‌نظیره. خیلی آسون درست میشن. ممنون از اینکه همراه من هستید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما نظراتتون رو برام بنویسید، با عشق میخونم. یه تشکر ویژه از دوستان عزیزم که همیشه همراه من هستن. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.